درود بیننده های عزیز تلویزیون ولایت سوخت، به خصوص اخلاصمندان برنامه های ادبی و فرهنگی. محفل ادیبان جوان منظور شماست که من بعد ماه 2 مرتبه مهمان کاشانه ذوق بلند شما خواهد شد. باید گفت که محفل ادیبان جوان امروز در نزد ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت عمل میکند و ما خواستیم که من بعد آن را در شکل تلویزیونی هم منظور نماییم. هدف محفل البته روشن است. این پیش از همه معرفی چهره‌های تازه ادبیات و ترغیب علم و ادب و فرهنگ سخنوری در میان جامعه، به خصوص نسل نورس و جوان. برنامه نخستین ما شیوه معرفی دارد، یعنی با هدف‌های محفل، اعضای آن و البته ترتیب کار آن شناس خواهیم شد و همزمان از چکامه خامه راهبر محفل، ادیب جوان مهرآور و چند عضو محفل امروز برخوردار خواهیم شد. مهرآور میگویند که شناسنامه شاعر این البته شعر او است. بیاید صحبت را با چند شعر خوب شما آغاز میبخشیم. سلام و درود میگویم پیش از همه به تمامی اخلاصمندان برنامه های رنگین تلویزیونی سوخت. خب صحبت را با یک غزل استقلال شروع خواهیم کرد. حقوق مرد را با زن برابر گفت استقلال، سعادت ها شما را باد رهبر گفت استقلال. سلیمان نیستم دانم زبانی مرغکان، اما قفس بشکست از شادی کبوتر گفت استقلال. تنابی بخت را دادند بر دختر پدر مادر، جهالت مرد با لبخند دختر گفت استقلال. خیالم بند کردم تا نویسم شعر خوشبختی، به تعظیم قلم در گوش دفتر گفت استقلال. پس از پنهان نشستنها زی وهمی جنگ در خانه، صدا شد چون کشیدم دستش در گفت استقلال. به استقلال این کشور فقط یک فرد باور داشت، دیگر امروز هر یک فرد کشور گفت استقلال. آفرین. آرزو میکنیم که استقلال تاجیکستان عزیز ما پاینده باشد، چون افتخار پیر و جوان است. و مهرآور، ما میدانیم که شما در رشته ادبیات تحصیل نکرده اید و اختصاص اساسی شما مربوط است به ساحه محاسبات. کی در خود استعداد شعر گفتن را درک کردید؟ خب بسیار سپاس. فکر میکنم که برای اون نفری که میخواهد انگیزه های دلی خودش با طریق شعر بیان کند، یا اون نفری که میخواهد عموما اندیشه رانی کند، اختصاص یا که مثلا کسب و کار این اهمیت کلان هم ندارد. من از سال 2015 اینجوری وقتی که احساس کردم که من یک احساس ها دارم و همین به شعر نوشتن شروع کردم. از سال 2015 این طرف من در کودکی حتی آرزو میکردم که من میشود یک روز میشود که من باید مثل برادری از من کلانی که شعر می نوشت. بسیار همون وقت ها و اگر گویم که ایدئالی من بود، من خطا نمی کنم، بسیار شعرهای از نگاه همون وقته من بسیار شعرهای بلند می نوشت و حالا من اون شعرها که دیگر پراکنده شدن نمیتونم اونها رو پیدا کنم ببینم که واقعا اون شعرها در نگاه من حالا هم همون گونه چگونه که در ایام جوانی در نگاه من بلند بودن یا که نه، اما انگیزه اولین در دل ما همون برادر ما بیدار کردگی. یعنی در عائله تنها شما جرأنوش بحر شعر نیستید؟ البته استاد برادر ما بیشتر با لحنی مردمی زرفشان شعر می نوشت و او حالا خودش کاملا شاعر هم نمیداند و از این شعر گفتن فکر میکنم که قریب که کاملا دست کشیده است. خب از اولین شعرهایی که در ذهن شما آمدن و شما به قول خودتان گویا به شعر گفتن آغاز کرده، در خاطرتان هستن؟ البته شعرهای پراکنده بسیار میگفتیم، اما من فکر میکنم که من بعد از سال 2021 این طرف وقتی که یک غزل آینه روشن میشود ایجاد کرده بودم، بعد
من به خودم اجازه دادم که من میتوانم خودم همچون شاعری جوان معرفی کنم. یعنی در خود باوری حاصل کرد. بله. خب تا این دم ما میدونیم که دو کتاب شما به نشر رسیده است، یکی شبیه شرق و دومی سعادت از ارادت. و اینک کتاب مجموعه نوی شما هم آماده چاپ است با نام آینه روشن می شود. خب خواننده امروز یا تشنگان شعر از مجموعه نوی شما چرا می توانند انتظار باشند؟ خب در کتاب ما اصلا که ما کتاب به 4 قسم تقسیم کرده ایم. در کتاب یک قسمش برای شعرهایی که با صلح، وحدت، استقلال و یعنی ارزش‌های عمومی ملی دارند، اونها را جمع آوری کردیم. در بند دیگر ما شعرهای عموما برای وابسته به سن و سال جوانها، شعرهای عاشقی و این موضوع ها را جایگیر کردیم و در قسم دیگرش غزلهای اجتماعی که عموما وابسته به زندگی و حال و احوال امروزی مردمی ما هست، وابسته به همون اونها را جمع آوری کردیم و در قسمت آخر رباعیات و دوبیتی ها را جمع آوری کردیم که البته اینها هم از وضع و از زندگی و اصلا از لبخند مردمی تاجیکستان گرفته شده است. تشکر. با فکرم نشرهای سنجشی علاقه پدید آمدند و ما میتوانیم در آینده نزدیک خود مجموعه را در شکل کامل به دست آوریم. خب تشکر. مهربان، اکنون درباره محفل ادیبان جوان قصه میکنید، معلومات میدهید. بگویید که این محفل کی، در کجا و در کدام شرایط به وجود آمد؟ یعنی ایده تشکیل از کی بود و دستگیری از کی شد؟ محفل ادیبان جوان از سال 2020 این طرف فعالیت میبرد. محفلی ما نخستین مرتبه در نزد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی بابا جان غفورov تأسیس یافته بود. آن وقت راهبری محفلی ما بر ذمه یک خواهر بسیار عزیز ما عبدالقادرزاده فرهناز بود و وقتی که ما محفل برگزار میکردیم ما در شبکه‌های اجتماعی محفل نشر میکردیم و دیدیم که از دیگر مؤسسه ها، از دانشگاه بود، کالج ها بود، دانشکده ها و محفل ما رغبت پیدا کردند و ما تصمیم گرفتیم که همراه یک گروه جوانان دایره محفل وسیع کنیم. بعد با ریاست کار با جوانان و ورزشی نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت درخواست پیشنهاد کردیم و از طرف ریاست کار با جوانان درخواست ما دستگیری یافت و از سال 2021 این طرف محفل ما در نزد ریاست فعالیت میبرد. یعنی فعالیت محفل به طور وسیع به راه مانده شد. بله بله، محفل در نزد ریاست اما با ریاست فرهنگ، با ریاست معارف و دیگر ساختارها همکاری بسیار زیاد دارد. خب چند نفر هستند تخمین اعضای امروزه محفل؟ خب اعضاهای محفل ما البته زیاده از 40 نفر هستند که اینها بیشتر با ژانرهای مثلا نظم و نثر بیشتر علاقه‌مندند و در این میان هستند دیگر نفرایی که عموما تنها دوستدار ادبیات هستند. تشکر. و ترتیب کار محفل چگونه است؟ یعنی اعضای محفل امروز در کدام شکل جمع می آیند و کار محفل چطور به راه مانده می شود؟ خب عادتا محفل های ما در دانشگاه ها و کتابخانه ها و مکتب ها برگزار می شود. حتی به واسطه با دستگیری سردار ریاست کار با جوانان چندین لگرها هم تشکیل شده است و در محفل ما عادتا ما جمع شویم، از میان جوانها شعرهای جوانها رو میشنویم و یک نفر متخصصی ساحه را دعوت میکنیم. متخصص ساحه عموما به شعری قرائت شده یا به شعری پیشنهاد شده نظر خودش میگوید، مثلا از نقص اون میگوید، از برد اون برای هم خود مؤلف و هم برای اعضای محفل پیشنهاد میکنند. یعنی به همین ترتیب کار محفل ادامه میکند. خب طلبگاران هستند به جز آن 40 نفری که امروز اعضای محفل هستند. خب ذوق جوانان امروزه به ادبیات چگونه است؟ مراجعت میکنند، میخواهند
اعضا شوند یا با محفل همکاری داشته باشند؟ البته با تمامی گیرودارها و با تمامی فشارهای زندگی و کم و کاسگی های مثلا زندگی هستند، چون ما وارثان رودکی هستیم، وارثان این بزرگان هستیم. در خون ما شعر جوش میزند. البته در جامعه ما امروز به ادبیات بسیار میل دارد و هستن نفرانی که حتی گویم کلان سالتر هستند که میخوان به عضویت محفلی ما شامل شوند، اما ما کوشش میکنیم که در این روند تنها اونهایی که با همدیگر سن و سالی نزدیکتر دارند و با همدیگر بیشتر میتوانند در مکاتبه باشند، با همدیگر بیشتر در صحبت باشند، اونها رو به محفل دعوت کنیم. سلامت باشید. امروز یک اندیشه هم هست که ادیبان جوان اساساً به نظم رو می آورند و کمتر به نثر توجه دارند. در محفل امروز طلبگاران کدام رویه زیادتر هستند و آیا جهت فرا گرفتن همه همان ژانرها، نمایندگان همه ژانرها امروز یگان کاربری ها هم کرده می شود؟ خب در محفل ما اگر 30 نفر روزی که ما محفل اعلان نشر میکنیم که مثلا ما محفل داریم و محفلی ما حاضر شود، اگر 30 نفر مثلا اونهایی که با نظم سر و کار دارند حاضر شوند و 1 نفر با نثر سر و کار دارد هم حاضر شود، ما کوشش میکنیم برای اون یک نفر متخصصی، مثلا 1 نفر نویسنده بسیار بر کمال دعوت کنیم تا نظر اونا، نوشته اونا برشته تحلیل کشد و کمودی اونو براش آشکار کند و از بردی اون سخن کند. خب سلامت باشید. مهرآور میگن که به مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن، خصوصا در بخش ایجاد شعر و حکایه و داستان، و چون یک خیلی نازکی های خاص خود را دارد. خب امروز اعضای محفل با کدام ادیبان شناخته، نامور یا صاحب تجربه جهت پیشبرد و تکمیل فعالیت اعضای محفل همکاری میکنند؟ محفلی ما با بخش سغدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان بسیار علاقمندی زیچ است و به واسطه برای تشکیل و برگزار نمودن محفل های ما رئیس بخش سغدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان استاد احمد جان رحمتزاد بسیار سهمگزار هستند و همیشه ما را راهنمایی میکنند. ما به محفل های ما بیشتر استاد احمد جان رحمتزاده دعوت میکنیم، بهرام رحمتزاد، بهرام میرسید و استاد نورعلی نورزاد، معلم دلارام سالیبای و از عضو اتفاق استاد گلناز، معلمی بسیار عزیزی ما که اون کس نیز برای تشکیل و برای این چیزها بسیار میل زیاد دارند، معلم ادیبه خوجندی و عادتا استاد آذرخش، اونهایی که عموما در قلمرو ولایت با سخن سر و کار دارند، البته همیشه آمادند که برای جوانای ما دست کمک دراز کنند. تشکر زیاد. چون محفل امروزه ما محفل ادیبان جوان است و اندک یک جبهه فرهنگی هم دارد، ما با محفلمون هنرمند جوان پرویز کامران را دعوت کرده ایم. بیایید این لحظه یک سرود میشنویم از پرویز جان و بعدا صحبت را ادامه میدهیم. مرحمت. تاجیکستان فخر من با نام تو، تاجیکستان بخت من با نام تو، چون توی از بحر من زیبا وطن، تاجیکستان تخت من با نام تو، چون توی از بحر من زیبا وطن، تاجیکستان تخت من با نام تو.
باشد عزیز و ارجمند مثل ما در بحر من یک تای تو وحچه خوش باد و هوای دل پسند مثل ما در بحر من یک تای تو وحچه خوش باد و هوای دل پسند تاجیکستان فخر من با نام تو تاجیکستان بخت من با نام تو چون توی از بحر من زیبا وطن تاجیکستان تخت من با نام تو چون توی از بحر من زیبا وطن تاجیکستان تخت من با نام تو جان به تو سازم فدا قوتی دل نوری چشمانی منی تاجیکستان فخر من با نام تو تاجیکستان بخت من با نام تو چون توی از بحر من زیبا وطن تاجیکستان تخت من با نام تو چون توی از بحر من زیبا وطن تاجیکستان تخت من با نام تو از بحر من زیبا وطن تاجیکستان تخت من با نام تو تاجیکستان تخت من با نام تو آفرین. یادآور میشویم که پرویز جان عین حال دانشجوی کالج صنعتی به نام صادرخان حافظی شهر خوجند میباشند. ما در فعالیت من بعدشان بردباره تمنا میکنیم و باز از شما یک ترانه دیگر هم انتظار هستیم در ادامه صحبت. خب مهرآور، صحبت را ادامه میدهیم. ترتیب اعضا شدن به محفل چگونه است؟ جوانان با کدام راه میتوانند به هیئت شما داخل شوند؟ خب محفل ما در دانشگاه ها و در دیگر جاها برآمد میکردیم، سخنرانی میکردیم، شعر میخواندیم و در میان آنها کوشش میکردیم اون نفرانی پیدا کنیم که لیاقت شعر نوشتن داشته باشند و اونها رو کوشش میکردیم به عضویت محفل جلب کنیم. حالا همین از سال 2024 یک ترتیب خاص جاری کردیم که اعضاهایی که نو به محفل ما وارد میشوند با عنوان راهبر محفل یک عریضه خطی می نویسند و بعدا ما اونها رو، البته این یگان که شرطنامه ندارد یا چیزی دیگر ندارد، بعد اونها رو به عضویت محفل قبول میکنید. یعنی خواهش آنها را اساسناک میکنید بله پیش از آنکه به عضویت قبول کنید. خب تشکر زیاد. گفتید که از سال 2021 این جانب محفل عمل میکند. فکر میکنیم که علاقه تجربه خوب هم پیدا کردند اعضای محفل. میخواستیم دانیم که در این فرصت یا در گذشته نزدیک دستاورد اهل محفل چطور است؟ شما را قناعتمند کرده میتواند؟ خب خوشبختانه محفل ما در دوام فعالیت خود توانسته است و چندین دستاوردهای نظررس نائل شود، خاصتا که وابسته به همین سمتی کاری محفل ما است. آزمون فروغ صبح دانایی چند نفر از اعضاهای محفل ما که منتظم هر سال پی هم از سال 2021 این طرف در دور جمهوری آزمونی فروغ صبح دانایی کتاب است، شهدی غالبیت رو میچشند. اینها رادمهر سلیمانی که نخستین دریچه رو به سوی غالبیت باز کرد. بعداً سال 2022 من خودم در
این آزمونی با نفوذ اشتراک کردم و سزاواری جای گشتم و همین ترتیب سال 2023 یک باره 4 نفر از بچه های محفلی ما ملاحت عمک و بهمنیار میسرزاده، آدینه محمد صوفی و دلناز خلمت و در سال 2023 غالبیت به دست آوردن و این سال خوشبختانه جوانهای محفلی ما باز هم فعالیت در دوری جمهوریوی آزمون خوب اشتراک کرده غالبیت به دست آوردن. اینها باشد محمد اقبال جانیبک، مرزبان علی قربانزاده و موسی عزیزی و فریدون شاه عبداللهیف که یگانه نفره که از روی نویناسیون ایجاد نصر امسال جا گرفتن این که از فریدون شاه عبداللهیف بودن. این الکی یک دستاورده بله خوب است و فکر میکنم بله سال از سال دستاوردها زیاد شده ایستادن، یعنی شماره آنهایی که با چی میگن در آزمون ها اشتراک میکنن، خاصه در آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است، شنوی که شما گفته سال به سال تا سال صفی آنهایی که غالب می آیند زیاد می شود، یعنی هم اشتراک میکنند هم غالب می آیند زیاد می شود. خب در ادامه صحبت بسیار میخواستیم که از خود شما چند شعر بشنویم، چند شعر تازه شما را یا شاید از اشعار قبلینه شما و بعدا امکان داریم که از خود اعضای محفل هم ارمغان ها شنیده باشیم تا که بیننده های عزیز ما بار دیگر با استعداد و مهارت ایجادی شما از نزدیک آشنا شوند. مرحمت. خب من اینجا برای شما یک غزل عاشقانه میخوانم و چند رباعی میخوانم. ناز کن زیبای من چون ناز میزیبد تو را، راست آخر ناز کیها باز میزیبد تو را. گرچه گاه پیش پاید میدهد کوته مکن، دامنی مانند پاینداز میزیبد تو را. می هراسی از صدا پس با اشارت گو بیا، خوب من تکلیفی به آواز میزیبد تو را. گاه با من قهر داری گاه دیگر آشتی، قهری یا آشتی ممتاز میزیبد تو را. می توانم گفت با یک باور لبخند زن، چهره پرخنده از آغاز میزیبد تو را. طبق قانون محبت بعد دل بردن ز من، دادن یک بوسه چون انداز میزیبد تو را. سلامت باشید. کو دوست نظر به چشم مهر اندوزد، کو دوست نظر به چشم مهر اندوزد، لبخند زند صبح مرا افروزد. ابریست دلم ز دیده باران ریزد، خورشید دلش برای من می سوزد. یک روز خبر شوی که مسشایی رفت، مردی سر کوچه آی رهپایی رفت. گفتم به قلم کشم غمی تنهایی، یادی تو رسید و نیم تنهایی رفت. سلامت باشد. از چشم تماشاییت کو چشم که پرهیزد، چشمی که تو را بیند با شعر در آمیزد. نزدیک تو می گردم فارغ ز همه دردم، وقتی که ز من دوری از سینه فغان خیزد. خورشید دل افروزم روزی که نمی آیی، باران دو چشمانم می ریزد و می ریزد. ای خوب تماشایی سوزنده تنهایی، وقتی که تو می آیی غم خیزد و بگریزد. من مست بله من مست از بوسه پیراری، دل خواست که تکرارت شوری دیگر انگیزد. در قهوه تقدیرم لبخند تو شیرین است، ای کاش دیگر هر صبح این دو به هم آمیزد. تو را وقتی که دید از دور چشمم، شد از دیدار تو مخمور چشمم. نمیداند روا مستی شریعت، به هر جا کم نگر انگور چشمم. تو باور
با لب خندان فروشی، کبوتر را تو بر یک دان فروشی. چرا گوهر به گوهر ناشناس، خودت را اینقدر ارزان فروشی؟ سلامت باشید. آفرین. مهرآور، ما از اینجا قرائت شما درک کردیم که یعنی ژانر ایجاد شما، موضوع ایجاد شما آزاد است. هم رباعیات دیدیم، هم غزل اینجا شنیدیم. خب اصلا در اصل گفتن کدام از این ژانرها برایتان خوشایندتر است و دلچسبتر است؟ و من فکر میکنم که همین شعر خودش وقتی که میاد در قالب معین میاد. وقتی که همین شعر در اندیشه شعر مثلا پیدا میشه و یک قالب معین پیدا با یک قالب معین میاد. اصلا من در قالب های سنتی می نویسم، مثلا غزل و رباعیاتی دو بیتی در این، اما در نوشتن شعرهای مثلا سفید، شعرهای نیمایی یا شعرهای آزاد و دیگر البته من بارها خودم تجربه کردم، اما بیشتر برای من خوشایند سبکی سنتی است. سنتی است. بله. یک اندیشه است که بعضی وقتی که سوال میکنند، پرسش میکنند از اهل ادب در مورد الهام شما کی می آید؟ کی شما شعر برای شعر گفتن آماده می شوید؟ بعضی ها میگن دل شب، بعضی ها میگن صبح، بعضی ها میگن برای من فرقی ندارد. برای مهرآور چه؟ چشمه الهام کی شما را سیراب خواهد کرد؟ گاهی ما در این موضوع شوخی کردم میگیم وقتی که من آماده هستم الهام نیست، وقتی که الهام میاد من آماده نیستم. الهام عموما هر حالت میتواند که به روحی یک نفر مثلا ایجادکار تاثیر کند و در همون لحظه ها مثلا و قلم گیرد بنویسد. خب البته شعر در یک حالت برای شاعر میباید که شاعر کاملا باید روحاً و جسماً برای قبول این چیز آماده باشد و برای شعر گفتن به طرز آزاد آماده باشد و بیشتر در حالتهای تنهایی. اما من گاه حادثه‌ای شده است که به طور بداهتاً هم چیزهای البته از نگاه خودم چیزهای خوب هم در حضور جمع گفته باشم. تشکر زیاد. یعنی شما امروز میخواید یک ایجادکار واقعا هم آزاد باشید، پایبند ژانر خود را نمیکنید، سبک نمیکنید و هر چی که در ذهنتان می آید اون را از دل میخواید که روی ورق بریزید. خب اکنون از اعضای محفل امروز چند شعر میشنویم؟ خب ما در این محفل از اعضاهای محفل از 4 نفر تصمیم گرفتیم که شعر بشنویم و اینها البته بهمنیار، محمد اقبال و به قول خودمون که 2 مدینه ها هستند. از مدینه ها یعنی مدینه کنجه و مدینه قادر و شعر میشنویم. خب بیایید نباشد از بهمنیار آغاز میکنیم. سرآغاز درود و احترام خود را به بینندگان تلویزیون سوخت، علاقمندان شعر و ادب میرسانم. میسرزاده بهمنیار هستم، دانش آموزی دانشگاه دولتی خوجند و همچنین اعضای محفل ادیبان جوان. میخواهم در این محفل یک شعر در موضوع در ردیف آزادی برایتان قرائت کرده باشم. فکر میکنم برای انسان مهمترین چیز در حیات این آزادی است. بله. آزادی روحی، آزادی فکرانی. البته آزادی باید هر کس آزادی داشته باشد. میشکد چمن دایم مشکیاس آزادی، سیر میکنم وقتی با لباس آزادی. شربت شرافت را نوش کرده و هستم، از زمان مولودم روشناس آزادی. بی قفس هزاران کس مثل مرغ محبوسند، دل سخن کند باید در اساس آزادی.
بینگر این سعادت را، بینگر این سعادت را، دوره جهالت رفت. چشم مادران دارد یلتراس آزادی. باید همه ما انسان ها مثل مرغ‌هایی که در قفس هستند و آزادی را بیماری می‌دانند نباشیم. باید همیشه خود را آزاد حس کنیم و رشد نماییم. سلامت باشید. خب مهرآور، شعر از نگاه شما چگونه است؟ پسند آمد؟ بسیار شعر خوب است. بسیار شعر خوب است. یک چند عباره و ترکیب های توزیع هم هست در این شعر دارد استاد، بله. که خاص شاعر هست. البته بهمنیار که خودش علاکه غالبی آزمونی فروغ صبح دانایی است و شعرش هم بسیار شعری پخته است و من فکر میکنم که متخصص شعر است. سلامت باشد. خب شعر دیگر است که است؟ خب شعر نوبتی رو از محمد اقبال عزیز میشنویم. مرحمت. من محمد اقبال جانبک هستم، عضو محفل ادیبان جوان، و من میخواستم اینجا شعر را قرائت کنم که به حیات من بسیار وابستگی دارد. این سال برای من سال خوشبختی بود و چون که من در این سال توانستم جایزه آزمون فروغ صبح کتابت را به دست دارم. تمام قصه رنگین سال خوشبختی به فتح خاطره شد. ثبت حال خوشبختی پیاده خسته بودم، آرزو قطاره گذشت. امیدی راست شدن شد مجال خوشبختی. بروی آینه پاره چشم پوشیدم، ز خویش ترم شد خیال خوشبختی. برای زندگی سعیدم که تیر افکنده، برای زندگی سعیدم که تیر افکنده. به امنلانه پریدم به بال خوشبختی. به باغ رفته زیادی خزان شکوفان است، همیشه بار دهنده نهال خوشبختی. به گوش عمر حساباتی دادم این است، تمام قصه رنگین سال خوشبختی. بگذار هر سالی ما سال خوشبختی باشد. تشکر زیاد. شما را پیش از همه با غالبیت در آزمون با نفوذ فروغ صبح دانایی کتاب است تهنیت میگویم و بعدا چند عباره توزه، چند واژه توزه را در شعر شما امروز درک کردیم از قبیل فتح خاطره یا خود امنلانه و قطاره، چیزی در مورد آرزو قطاره. خب این ترکیب ها را خودتان پیدا کردید؟ چگونه در ذهنتان آمدند؟ چون خیلی واژه های عجیب هستند. همیشه قطاره آرزوهای ما باید همیشه در حرکت باشد و ما کوشش کنیم که آن را پیدا کنیم. و من گفتم که پیاده خسته بودم، آرزو قطاره گذشت، امیدی راست شدن شد مجال خوشبختی. آرزو قطاره من گذشت، اما با مجال خوشبختی، آرزوی خوشبختی باز مرا به پا خیزان. بله، برای من بعد راه گشتن مرا دستگیری کرد. بال بخشید. بله. سلامت باشید، موفق باشید. شعر نوبتی است که هست؟ خب شعر نوبتی ما از مدینه کنجه است که مدینه کنجه میخونم. سرول درود و احترام به بینندگان همیشگی برنامه‌های رنگین تلویزیون ولایت سوخت. سلامت باشید. مدینه کنجایو هستم، دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov، همچنین عضو محفل ادیبان جوان. از همین فرصت مناسب استفاده برده مینت‌داری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان میرسانم که امروزها شرایط‌های مساعد فراهم می‌آورند تا ما جوانان در فضای آزاد شعر گوییم، پیوسته به آموزش مشغول شویم. و حالا می‌خواهم یک غزل استقلال خوانده باشم. منم ز جمعیت دختران استقلال، ز خاندان برازندشان استقلال.
بهار فیض و نشاطم که فکر کوچم نیست، ز شاخه های درخت جوان استقلال. شبیه شهپرک عشق خویش مختارم، به هر کجا بروم با نشان استقلال. کنار سفره‌مان سایه ها هماغوشند، تنور مادرمان سیر نان استقلال. من آمدم که شوم ترجمان، بیاموزم برای مردم عالم زبان استقلال. چند وقت است که در محفل شامل هستید؟ از سال 2021 اینجانب در محفل همیشگی اشتراک میکنم. اساسا زیر نظر کی مشق شعر میکنید؟ من که اساسا در محفل همایون نیز اشتراک میکنم و وقتی که در همون محفل همایون نیز به ما نوبت میدهند شعر میخونم و نظر استادان، استاد آذرخش و استاد فرزانه را نیز میپسندم. بهترین. امیدوار هستم که در آینده مثل استادانتان شما هم یکی از شاعران بزرگ میشوید. در این جاده به شما کامیابی تمنا میکنیم. خب مرحمت، یک ارمغان سبز دیگر از خب شعری نوبتی از مدینه قادرова. مرحمت. درود پر از محبت نثار بیننده های عزیز تلویزیون ولایت سوخت. قادرова مدینه هستم، دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов و همچنان عضو محفل ادیبان جوان. یک غزل وطن دوستانه میخوانم. بسیار میخواهم که وطن امن باشد، چون تاجیکستان عزیز ما همیشه روزگاری مردم تاجیکستانی ما روزگاری آسایشته داشته باشد، چون فکر میکنم اگر روزگاری ما آسایشته نباشد ما نمیتوانیم این گونه امروز سرجم باشیم و یک صحبت شیر و شکر آراسته باشیم. فقط یک آرزو دارم، دیارم در امان باشد. همه شادی این دنیا برایش ارمغان باشد. نمیخواهم بروید خار در گلزار این میهن، به مینای دیار من فقط تیر و کمان باشد. نمیخواهم شنیدن گریه بیچاره مادر را، به ملک من صدای خنده های کودکان باشد. دیارم از خطرها دور باشد، از بلاها نیز به ملک تاجیکان نور خدای مهربان باشد. نخشکد سبززار تاجیکستان عزیز من، نخشکد سبززار تاجیکستان عزیز من. همین یک آرزو دارم، دیارم در امان باشد. واقعا هم مدینه، ما امروز انیختر شما جوانان از نسل‌های خوشبخت هستید که تاجیکستان کشور صاحب استقلال ما، وطن محبوب ما، امروز در قطار امن‌ترین کشورهای دنیا حسابیده می شود و محض آن همین فضای آرام و آسوده و شکوفان وطن عزیز است که امروز ما از عشق می سرایم، امروز ما از دوستی می سرایم، امروز ما از زندگی تب دلمان دردانه ها ایجاد میکنیم و آرزومند آن هستیم که استقلال تاجیکستان و این امن و ثبات کشور عزیز ما جاودانه باشد. برای آنهایی که قرائت شعر کردید اظهار سپاس میکنیم و مهرآور چنانچه که ما گفتیم امروز برنامه ما برنامه اصلا معرفی است. امروز ما تنها شعر میشنویم، قرارمان این بود و ما شعر شنیدیم و در برنامه من بعد فکر میکنم با حضور متخصصان ساحه ما به واسطه به ایجاد اهل محفل چقورتر نظر خواهیم کرد، یعنی کار خواهیم برد و این لحظه پیش از آن که وظیفه ها رو برای محفل من بعد معین سازیم بیایید باز از پرویز جان خواهش میکنیم یک ارمغان خوب موسیقی برای من هدیه کنند و بعداً جمع بس میکنیم. مرحمت.
آمدی عزیز و مهربانی من خوش آمدی بر کنارم عزیزی من خوش آمدی عزیز و مهربانی من خوش آمدی من انتظاری تو بودم در چنین روز عزیزی خوش زبانی من خوش آمدی من انتظاری تو بودم در چنین روز عزیزی خوش زبانی من خوش آمدی آمدی خوش آمدی جان من خوش آمدی من پزمانی تو بودم وقتی من خوش آمدی آمدی خوش آمدی جانی من خوش آمدی من پزمانی تو بودم وقتی من خوش آمدی پیدا نباشد چون ما عاشق در این دنیا نباشد به مثل ما کسی پیدا نباشد چون ما عاشق در این دنیا نباشد من از ابروی پیوستی تو خانم من از ابروی پیوستی تو خانم جدایی در میانی ما نباشد آمدی خوش آمدی جانی من خوش آمدی من پزمانی تو بودم وقتی من خوش آمدی آمدی خوش آمدی جانی من خوش آمدی من پزمانی تو بودم وقتی من خوش آمدی خوش آمدی جانی من خوش آمدی من پزمانی تو بودم وقتی من خوش آمدی آمدی خوش آمدی جانی من خوش آمدی من پزمانی تو بودم وقتی من خوش آمدی من پزمانی تو بودم وقتی من خوش آمدی سلامت باشید. پرویز جان، اشتراک امروزه شما فکر میکنم که به منفعت کار خواهد بود، چون هنرمند جوان هستید. آینده البته شما با شاعران و ادیبان باید همکاری زیش داشته باشید و امروز اکثر نوازنده ها هم اساسا در انتخاب متن دشواری میکشند، متن طبع دلشون رو پیدا کرده نمیتوانند. شاید برای شما اینقدر ادیبان جوان فراهم هستند، میتوانید همکاری کنید و امیدوار هستیم که در همین همکاری یک جایه شما هم به قله‌های بلند صنعت خواهید رسید. برای اشتراکتان تشکر. مهرآور چی میکنیم؟ شعر میخونیم یا وظیفه ها رو برای محفل آینده معین میکنیم؟ خب با اجازه شما در جنبه است من یک غزل دیگر میخونم باشه. و بعداً دیگر چون برنامه‌های نوبت برای دیگرها میرسد، شاید برای ما دیگر نوبت شعر خواندن نمیرسد. امروز شما گل سری سبا. سلامت باشید. شکری وحدت که لب خلق تبسم را دید. بله. شکری وحدت که لب خلق تبسم را دید، مادر آمدنی بچه رهگم را دید. صلح بر سوی همه دست سخاوت بگشاد، سفره خالی امان دانه گندم را دید. دشمنی کرد کسی نسبت مردم در خود، عاقبت قسمت جان دادن کژدم را دید. رفت سرما و به انگیزه امید نوی، چون تنور دل ما آتش هیزم را دید. هیچ بیگانه نکرده است و ما غمخواری، خلق از رهبر خود حس ترحم را دید. به سبب نیست وطن نسخه جنت گشته است، ذوق برداشت خدا وحدتی مردم را دید. آفرین.
وحدت ما پاینده باشد. خب در محفل آینده اعضای محفل چرا انتظار هستند؟ ما تصمیم گرفتیم که برای محفلی آینده در برابر اونه که مثلا چند نفر از جوانهای ما شعر میخوانند، یک به قول آموزگارا که یک وظیفه خانگی هم دهیم، با استفاده از واژه آینه دلخواه شعر خودشونه، یا که مثلا نویسنده ها باشن، مثلا یک قسم یک حکایه باشه، یک پارچه باشه، چیزی باشه، می نویسند و تا محفلی نوبتی ما میبرن. خب برای آنهایی که به نثر مشغول هستند شاید ترانه بهتر باشد، مهرنامه دلشان را میتوانند با استفاده از واژه آینه ایجاد کنند و همزمان یک نفر شعرش با اشتراک متخصص، یک استادان، یک نفر از شاعری عضو اتفاق نویسنده ها که واقعا مثلا حق استادی داشته باشد و البته شعرهای جوانای ما را برشته تحریر یا تحلیل کشد و اینها نرنجند. البته شاید تحریری سخت نباشد، بله نقدی سخت نباشد. حتما خوب است که متخصصان صاحب تجربه برای ادیبان جوان مصلحت های خود را بدهند. بله، منظور ما هم همین است، هدف ما هم همین است که ادیبان جوان باز هم روح بلندتر باشند و قلمشان باز هم سبزتر باشد. خب آن وظیفه‌ای که اینجا معین کردیم، یعنی نوشتن چیز با مفهوم آینه، این تنها با اعضای محفل ارتباط دارد یا بیننده های عزیز ما هم میتوانند، آنهایی که خواهش دارند، آنهایی که ذوق شعر نوشتن دارند، ذوق ایجاد کردن دارند، با ما همراه شوند؟ البته محفل ما تا اون وقتی که در دایره مثلا بیرون از تلویزیون بود، این تنها برای حدود بچه های محفل، از اونایی که مثلا اعضا هستن در محفل، برای اونها بود. چون محفل ما دیگر محفل برنامه تلویزیونی است، هر نفری که مثلا با قلم کشی و با ایجادکاری مشغول است میتواند با طریق رقم هایی که در روی اکران هستند با اونها به عنوان ما ارسال کند و ما اون در محفل نوبتی بررسی میکنیم، میخونیم و بررسی میکنیم و معرفی میکنیم. بهترین نمونه ها را از جانب بیننده های عزیز ما هم در محفل بیان خواهیم کرد. بله. معرفی خواهیم کرد. خب بیننده های عزیز و ارجمند، این محفل ادیبان جوان بود که برایتان منظور داشتیم. امروز برنامه ما بار دیگر تاکید میکنم که تنها شیوه معرفی داشت، در برنامه آینده باشد ما حتما به ایجاد اهل محفل نظر خواهیم کرد. امیدوارم که برنامه برایتان پسند آمد. تا دیدار نوبت سربلند و خانه آباد باشد.